خب خان تعریف کن. یه سری حج آقایی بود از تو مسجد مسئله میگفتست، بعد مریض میشدی شب نمیتونه بیاد برای مسئله گفتن، کس هم نبوده بود. خب بعد میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه بیچاره رونه میکنن رو منبره، بهش میگن که تو مسئله بگو. میگه آخه من چیز بلد نیستم چی بگم. یه بابا یه بهش میگه که تو نیست، تو باره رو منبر بنا کن مسئله گفتم. بعد یه نخ من میبندم به خایادن هر جاش اشتباه گفته من تحکم میدم. میگه باشه. بعد میبنده میره رو منبر شروع میکنه به مسئله گفتم. بعد میگه امام حسین تو صحرای کربلا با 72 تن از یاراش مبارزه میکنن، یکی میاد رد شد پاش میفته گلیه نخ. این فکر از اشتباس میگه با 720 تا دوباره این تکون میده، میگه با 7200 تا دوباره تکون میده. بعد یه که طول میکشه هرچی میگوز از اون نخواد تکون میده. پسرها هم رو منبر میگه میگه یا راوی اشتباه گوز یا سر نخ یا راوی اشتباه گوز یا سر نخ گرد از یادم خور گسترس.